خبرهای به خطری زمین لرزه یا اولین درجه باید همین حجت‌های لازمی چند چیزا را باید بگیرین جمع کنین. اکو ولایت زمین لرزه دا دیگه حمایه فرزنده یکم میشود. بعد چیزای اولین درجه یعنی که آب و چیزا را بگیری باید بیرون بروی. زمین لرزه دا چی میگیری دیگه زمین لرزه من یکم جا میشینی یکم یکم اپتشکر یکم شلوش دا بار میگیری. پیش از اون که زمین لرزه سر میشد اگر خبردار شوی بهتر با بیرون بار اومدن وقت اگر خونه های مثل یک هوشیار نباشد خبرها برآمدن اینترنت تا برآمدن که زمین لرزه شد رشته به خاطر زمین لرزه همه جای میره که هم چیزی که چپشه دورتر باشه که چپشه نرسه واقعا نکنه دوباره چی نشه هیچ نمیگیریم خوب نمیگیریم ما در ایتاژ میتونم میتونیم گرفته توکل ما به خدا هیچ جونی خود ما نجات تیم شده فرزنده رو خود ما اول فرزنده رو خود سن فرزند اساس پدر مادر اویله خود زمین لرزه میشویم باید یکم جای ای پیش دوم و پیش باید دور بریم یکم جای هموار که یکم ضرر نبینیم اگر در شهر باشیم. اگر خیلی در جایی که مستحکم جایی هایی که مثل پایه های چی میستن اما ستون هایی که همین بیناها را میسودند خوبترش هم در نزدیکی همون ایستادن در کار که در حالت سخت زمین لرزیدن و چپه شدن ممکنه که آدم مثال در جای به خطر ماند. کی طرف شما نمیدونم زمین لرزه همین اول همین کسی پدر مادر داره فرزند داره اویلشه اول جای به خطری بروره تمام دیگه بعد احتیاط کنن در شب و روزی که سریع یک کار میشه در اون حالتی که میشود چی مثلا میتونه پیش کنه زمین لرزه و هم قشلاق بودن یا دارم هم زمین لرزه بزرگ شده بودم یا دارم زمین لرزه و دناهی رش شده بود درک دارم زمین لرزه بزرگ خیلی خیلی میگفت کنم زمین لرزه اگه میدونم خشانده که خیلی زمین لرزه شده باید یکم جای هموار برایده یکم جای ای دوم ای خونه باید دور بستید هم خیلی گفتم اتون پیش از همه اگر امکانیت باشد مثال ساکنان همون خانه را بعد حجت هایی که مثال اگر روی دست باشد گرفتن بیرون معلوم آدم خیال داریم سالهای پیشتر خیلی بسیار نمیلرزید بعد اخیران زمین لرزه که سخت شده بود در شرارت اونجا اکثریت همه آدم ها همون قشلاق و نیستی شده بود نابود شده بود